عبدالخلیل واسیف کیه؟ عبدالخلیل واسیف منم. نوروف الماس تو چه در قرقیزستان پاسپورتی به نام نوروف الماس گرفتی؟ کو قسم بخیر که من پاسپورت قرقیزی دارم. گوش که بگو که آزی گفتی که نوروف الماس مایم. منم گفتی؟ الماس مولا نوروف منم. مولا نوروف الماس دیه؟ بله. عبدالخلیل واسیف کیه؟ عبدالخلیل واسیف منم. خب کدومی همی فامیل اونو میترسته؟ عبدالخلیل واسیف اینجا نوشتگیه. خب نوروف الماس برای چی پاسپورت داری؟ برای که تا تاجیکستان ندادم برام نوم دیگه کردم برمدم. قانونا دیگه کردی که غیر قانونا؟ من نمیدونم غیر قانونی شخله نه گوش که تو قانونا گوش که قانونا دیگه کردی یا غیر قانونا؟ من قانونی شاکه نمیدونم. 13000 بهست گفتی من جنایتکار نیستم. نجام گفتی من جنایتکار نیستم. قانونا دیگه کردی یا غیر قانونا؟ این گیجاش غیر قانونی. من گفتم که اکا منم خیلی مشکلی دارم. گوش که تو باید عبدالخلیل گوش کن. ولی تو اینجا بیس من اکم گفت من بس من ترا گفته ازم آیت الله گلای من در دری تاجیکستان بودم پاسپورتم کاغذی را در عدل نوحیه قبادیان کاغذی را ندادیانم. من رفتم اوویر دوشنبه گفتم که در من پاسپورت در کاره خودم طاقه نپرمای نه برای که من اون کس شناس نداشتم. دست شناس قطعی رفتم گفتن که 13000 سومانی میتی پاسپورتت میتی. گفتم تمام گاب نیست. اومدم ای بانک پل گرفتم. ای بانک اکسوس برای ببین من 15000 سومانی همون سال 2000 چند یادم نیست همون سال پاسپورت گیری من رفتم 13000 سومون ورق زدم در پیشو دادم. نگه تشیم کاستوم رفت دادم پیشو. هم صورتم گرفتم با گفته که سپسی کسلی بود رویا. من به آچ را رفتم در اومدم صورتم گرفتن والله قسم میخورم 20 مینوت نکشید همین کاری من. در این کابینه صورتم گرفت او کابینه دیگری پاسپورت جوش آوردن دادنم. این همین اوویرده. من به خدا محمد اقبال گفت من چند کسا گفتن که بیا هوا را ما رسانه‌ای کنیم. همون آدمایی که تر همین پاسپورت کردیم نه که من برای چی اونا رسانه‌ای نمینم. برای که همون آدما برای من جانشون در خطر موندن. من همین کارا برای من کردن که من تاجیکستان برام. چخه من امروز او انسانا دا خود در تاجیکستان هم آدمو خود من چخه میشه که همون آدما نو فامیل شبکم او آدما را برام زندان کنم. من خدا را به نهایت شکر میگم که همون انسان ها در تقدیر من بده که همون انسان ها برآمدن کمک کردن من تاجیکستان برآمدم. در تاجیکستان زمینام نگرفتن جای کار نبود. داشت نمیومدم که روسیه برام کار کنم. یگان کسلارو را پول محکم کردگی بودن. چخه من دیگه پاسپورت نکنم. من در اوچه من 4 تا گودک داشتم. من معلم رفتگی کار کردیم 460 سومانی اویل گرفتگیم 460 سومون قدی 4 تا گودک ات فرونده میتونی. در 460 سومون کی میتونه که یک آدم خونش عدل نی باشه 4 تا فرزند داشته باشه با 460 سومانی زندگی بکنه. که تا 50 سومون پلیس سوید می اومد نلاک زمین نمیدونم طولونه میسپردیم نلاک زمین. نه برای گاب میزنی. بفرما که گوش کن تو به نام مولا نوروف الماس پاسپورت قرقیزی داری یا نه؟ نه. بگو که زنم 3 طلاق بگو ندارم. زنم نداشتم بگو. زنم 3 طلاقی یگان شهروند یگان روی دنیا نیستم. به قضیه شهروند نه هاز نه نیستم نگو تی خیلی هیله نکه. گوش که بگو که زنهای میگرفتگیم و زنی داشتگیم بگو 3 طلاق که من یگان وقت شهروندی قرقیز به نام مولا نوروف الماس نبودم. تمام. زنم خطی باز زنایی که میگیرم در آینده 500 طلاق که من در حیاتم شهروندی نه قرقیز گرفتم نه ازبک نه روسیه یگان جو داشته من ویدنشی تلیستم برنامه مولا نوروف الماس بگو. برنامه الماس مولا نوروف ای تاجیکستان پاسپورت گرفتگیم.
اصل جنایتکار هستی. برای چی جنایت کنم؟ تو خودت حاضر گفته هستی که من پول دادم یک کسی دیگر از جنایت کرد من گرفت پاسپورت داد. تو در همون جنایت شریک هستی یا نیستی؟ من برادر عزیز، من در زندگی نداشتم، من مجبور بودم که برادر نگو، تو جنایتکار هستی یا نیستی؟ من برای چی تو جنایت کردی یا نه؟ برای چی من جنایت کردم؟ جنایتی من جنایت حکومت کرده تو میگوی من عبدالخلیل واسیفم. بچه گوش کن. حکومت میدونه که من رفته به زبان حال اینا مردم نمیشه 3000 آدم من تماشا داره قیاس بکنه. خواهش منم، من پاسپورت من ندادم، رفتم همین اویر دوشنبه در رفتم گفتم که من خیلی مشکلی دارم، پاسپورت من نمیتونم، من خواهش میکنم که من یک پاسپورت بده. گفتن که همینا خودشو بخدا همین حکومت من همین الماس مولا نور خانم کرده. بخدا قسم من ای مردنم درک داشتم ای الماس مولا نور نه. گفتن که بیا همینو مکنه من برو تمام. بخدا با ایرپورت پریدگیم ای نمی دوشنبه و همون پاسپورت بخدا پریدگی مسکو رفتگیم. یکم باره که من پرنگوی مسکو پریدگیم بخدا اون پاسپورت دست نیست که من چیسلا شبه گمود که کدام روز من تاجیکستان برمدم کدام روز پاسپورت گرفتم. بروی گرم میزنی میدونه حکومت که این من پاسپورت من نداده. سبب در چیه که 13000 سومانی من نمیگیره و با من پاسپورت دیده که من 15 پاسپورت میگرفتم همون شب روز. اگر با نرخ دولتی میشیم من 15 پاسپورت خارجی میگرفتم. خیلی 15 پاسپورت ای من گرفتن خود چانوی من دیگه کردن. من حرام خرای فهمیدی؟ همین участковой царь کو تو رحمان فا حرام خرای انا که تو بیا دکازات بکی که من پاسپورت قرقیزی دارم. گلای بیا گلای ما بولم انا گوش که تو بگو که زنده کو بگو که زن طلاق قسم خوردگی نیستم که من گلای تو من بگو که توز من قسم گفتی که به تو من گفتم توز من گفتی که تو پاسپورت قرقیزی داری. قسم بخوام من قسم خوردم که زنم 3 طلاق که من پاسپورت قرقیزی ندارم. داشه ویدنجی تلستان بگو که ای روسیه دستم نگرفتم در روسیه در همون عدل نگرفتمش. انا که تو من بگو که انا که همون پاسپورت برور مردم اینجا 3000 آدم تماشا داره نشون بده که من پاسپورت قرقیزی دارم. من دروغ گفتم زنی من طلاق شده. بیا انا گوش که تا آخر گوش کن تو من نفرور تا آخر ما گپ زنم مردک شه گوش کن. تو جنایت کردی به نام مولانور کی الماس پاسپورت گرفتی جنایت کن دیگه من بگم برای چی تر دادن پاسپورت ها بگم برای دادنت که تو باید بز میشیدی بز ترا ایجا اگین روی کردن در اوجا رفتی خیانت کردی چندین آدم رو از بزی کردی در آخیر نمیدونم کن تا برای چی تو خوردی فهمیدی؟ گوش کنی اویتلو والله بیلا تالا قسمای با یگان امنیتی نگفتم که میرم یگان کار میکنم تو بیار دبانی مرد من بز برو. دروغ نگو تو دروغ نگو. تو در 1 ساعت پاسپورت کردم برای کی رفتی گوش کن ولی یکم تو بیس من والله بیلا تالا قسم میخورم که با یگان امنیتی یگان قسم نخور گوش کن میکنم برم اروپا برم یگان کار میکنم. این خیلی گپ من نگفتم. تو بیار تو یه بار گفتی که تو پاسپورت قرقیزی داری من قسم دادی من قسم خوردم تو مردک باشی پاسپورت قرقیزی من شما تیپا داشته برو در مردم نشون تده زنای داشتگی من طلاق شوه یکمش دیگه‌مش که من دروغگو شوم یگان آدم من دیگه تماشا نکنه. مردم اگر همین گله در همین گپا اثبات بکنه والله قسمه والله اومد ادپیشات کنه هر روز لعنت خدام بفرسته. هر روز اگر همین آدم بگه که دکازات استابیاره که من به یگان حکومتی همکاری کردم که برم اروپا یگان کار میکنم یکمش دیگه‌مش که پاسپورت قرقیزی تیپ من داشتم برورم نشون دیا همه ادپیشات کنه همه همین 5 وقت نمازاتون دعا کنه که خداوند بگه همین المازه یا که همین عبدالخلیل خداوند خار ذلیلش کنه یا امر دعا کنه داخل انا که بفرمو
فقط بیا الماس الماس خودت را خور زلیل نکنه. کازات لیستاتا بگو تمام چی مرا پایین میکنی؟ چی مرا پایین میکنی؟ بز چی مرا پایین میکنی؟ بز چی مرا پایین میکنی؟ مرا پایین نکن. بستی مرا پایین نکن ساز گبزن. بس والله جنایت کاری تا اسکار کردم. گوش کن اکای من چنین نمیتی گپ زدم که نه 30 سال زندان دای تو یا بزی فهمیدی؟ تو به خدا قسم سهراب ظفر گپ زور گو گوش کن. گوش کن. الماس تو گوش کن. الماس جنایت کاری تا اقرار میکنی. آیتلو شرک گوش کن. تا نیمای او رو وین خطی غرب نویسگی کو. تا نیمای او رو وین خطی تا گب زدن کو. براز خطا پس زدن های. من خطی تا چی گب زدم؟ پشال نخوی تو پشال نخوی. شرک گوش کن. همین مرده قسم خورتی رحمان تحقیر کردیم نه ترا تحقیر کردیم من ترا گفتم که این برادر همین گفتی من قسم داد بس مردم ولی چی فکر میکنن همینجا آیت الله تو بیا آخه مردم میفهمن مردم خود قضاوت میکنن نه پاسپورت من بیاره همون امنیتی که من گفتم همون انسان هم بیار یا که تو بوکین نه پرپیسکوت اینا در پیش مردم بیار نشون بده اما با من قسم زدم جمشید کی مردم بس کنم برو الماس مسئله شخصیتون ده بسیار همین دوام بد نتیه در مسئله شخصی خودتون مایله التماس همین جوشید همین شرک جوشید این با فیلم که بدلیل رفت نیست گرفت خب این شرک اگر این شرک مر میشید دیروز پیش اکو پاسپورت مادر شرف الدین اکو گرفتگی حکومت چی وایو خیانتکار وایو جنایتکار نیستن این سوال باید به من جواب میداد بعد همینجا سیزن طلاق قسم میخور همین خیلی قسم خورده که همون گپی که در ادرس رحمان و زدگی ترسک شده سر زنش میکشم و گرگرد سامانی تاوش میتیم این قسم میخور بخدا عقلم نگیری باید من همین سوال هوای میکردم انا همین اگر قسم میخور اما مردم اگر قسم میخور کو من همینجا میگفتم که برادر من اشتباه کردم و خطا کردم بخشش میپرسیدم نه که اینو جرأت ندارن اینو جرأت مردانگی ندارن بله من یه چی میگم گله یا بار بیو اگر همین گپ نسبتی ته تحمد باشه ما همینجا میبریم مردم دروغ گفتیم ما دروغ بودیم ما نگفتیم میگم به همین خاطر برو بگو که من همین گپ نگفتم تمام ما میگم که نگفته